بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از شبهاتی که خیلی مروج است در بین اسلام ستیزان و دشمنان اسلام، ملحدین، آتئیست ها، مسیحی ها و همه کسایی که علیه اسلام دشمنی دارن، اینه که میگن که قرآن کلام الله نیست، بلکه این حاصل خیالات و رؤیاهای پیامبر می باشه. پیامبر از بس یک انسان نابغه و دارای یک فکر گسترده‌ای بوده، چنان گاهی اوقات غرق در خیالات می شده که فکر میکرده کسی داره به او سخن میگه، کسی داره رو مخاطب قرار میده و در حقیقت قرآن حاصل او خیالات و تجربه هایی هست که پیامبر داشته با کسی که سخن میگفته. بنابراین پیامبر هم فصیح بوده، هم بلیغ بوده و یک شخصیت نابغه و بی‌نظیری بوده و توانسته چنین خیالات خودش رو در قالب الفاظی بسیار زیبا در بیاره و بعدها این رو گفته کلام الله هست، در حالی که همه کلام خودش میباشه. پس در حقیقت وقتی که اینها خواسته باشن بگن که قرآن کلام رسول الله، کلام محمد از کلام الله نیست، او روحانیت قرآن رو زیر سوال میبرن و بعد از اون پیامبر بودن پیامبر رو هم زیر سوال میبرن و این چنین میخوان که اصل اسلام رو زیر سوال ببرن. در جواب این شبههشان ما پاسخهای بسیار زیادی داریم. اولین پاسخ این است که بخش بزرگی از وحی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شده بیانات نقلی محض می باشه که اصلا عقل در اونها دخل و تصرف نداره. به طور مثال الله جل جلاله در قرآن کریم به صورت خیلی مفصل از داستان حضرت نوح علیه السلام سخن گفته، از داستان‌های حضرت ابراهیم علیه السلام سخن گفته، از داستان‌های حضرت موسی علیه السلام سخن گفته، از داستان‌های صالح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام و بقیه انبیاء علیهم السلام گذشته سخن گفته. اینها چیزایی نیست که انسان با عقل خود بتونه اینها رو بفهمه، نه خیر، بلکه اینها با نقل به نقل به طور تاریخی برای انسان میرسه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جایی بودن که اصلا وجه هیچ نقل تاریخی از انبیاء علیهم السلام وجود نداشت. مردم مکه غیر ابراهیم و اسماعیل علیه السلام رو که میشناختن، هیچ کس دیگر از انبیاء علیهم السلام رو به درستی نمیشناختن. چیزی از حضرت موسی علیه السلامی که در مصر بوده هیچ آگاهی نداشتن. چیزی از حضرت آدم، از حضرت نوح علیه السلام و از پیامبران دیگر آگاهی نداشتن. مثلا بین اهل مکه داستان‌های اینا مروج نبود. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد در کلامی به صورت مفصل و جزئی در مورد داستان‌های نوح علیه السلام، داستان‌های ابراهیم علیه السلام، داستان‌های انبیاء گذشته سخن میگه. این خودش دلیل بر این است که این حاصل عقل و تجربه پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه این سرچشمه گرفته از منبع وحی می باشه. کتاب رد شبهات حول اسمت النبی صفحه 306 از علامه دکتر عماد شرمینی. همچنین الله جل جلاله وقتی که داستان انبیاء قبلی علیهم السلام رو ذکر میکنه، حتی اعداد رو هم بیان میکنه. به طور مثال میفرماید که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. حضرت نوح علیه السلام ما 950 سال در بین قومش فرستادیم، دعوت داد. 950 سال. علی عدد بیان کردن این عدد چیز نیست که انسان از عقل خودش رو دریافته باشه، بلکه یه حاصل وحی باشه که الله جل جلاله از طریق وحی. یا در مورد اصحاب کهف که اینها چند نفر بودن، چطور بودن، چه داستانی داره، اینا چیزایی نیست که تراوشات ذهنی و حاصل افکار و تجربه های انسان باشه، بلکه این فقط و فقط از طریق وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دریافت میکردن و در حقیقتی از نفس پیامبر نبود، بلکه از خارج از نفس پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر صلی الله علیه و سلم القا میشد. جواب دیگری است که بخشی از چیزها و بخشی از آیات قرآن کریم فقط امور دینی هست، اموری است که متعلق به دین می باشد و غیر از دین هیچ چیز دیگری نمیتونه آنها رو بفهمه. مثلا در موردی که آفرینش جان هستی چطور شد، حضرت آدم علیه السلام چطور آفریده شد،
جان هستی چطور پایان می‌یابد، چطور قیامت میشه، بهشت چطور خواهد بود، چه نعمت‌های خواهد داشت، جهنم چطور خواهد بود، چه عذاب‌های خواهد داشت، داخل قبر چه عذاب‌هایی است، پل صراط چطور هست، ترازوی اعمال چطور هست، حساب و کتاب چطور است. اینا چیزایی نیست که انسان با عقل خود بتونه اینها رو درست بکنه، ایجاد بکنه. اینها حاصل تراوشات ذهنی و فکری انسان باشه و حاصل تخیلات و تجربه‌های انسان باشه، نه خیر، بلکه اینها چیزایی است که فقط نسبت به امور دینی فهمیده میشه و امور دینی تعلق به امور دینی داره و امور دینی هم سرچشمه وحی می باشه و غیر از الله جل جلاله که صاحب همه مخلوقات می باشه و برای هیچ چیز از اینها پنهان نیست. کسی دیگر نمیتونه در مورد اینها سخنی بگه. ما که بهشت رو ندیدیم چطور میتونیم بهشت رو توصیف بکنیم؟ باید این رو از زبان کسی توصیف بکنیم که بهشت رو دیده. اللهی که بهشت رو آفریده بهشت رو دیده و برای ما توصیف کرده که بهشت طور است. ما نمیتونیم به عقل خود رو بگیم که بهشت توصیفات رو داره، جهنم توصیفات رو داره. پس اینا معلوم میشه که این قرآن کلام الله است، حاصل تجربه ها و فکر و مفکوره رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. همچنین بسیار از آیات قرآن کریم از آینده خبر میده. بسیاری از آیات قرآن کریم از آینده خبر میده. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی ها شکست خوردن و به زودی باز رومی ها بر ایرانی ها غلبه خواهند پیدا کرد و در حالی که هیچ کس فکر نمی‌کرد مطابق وعده قرآن کریم رومی ها بر ایرانی ها غلبه پیدا کردند و یک پیشینگویی و پیشگویی بود که قرآن کریم داشت. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. بگو برای اعرابی که از این نبردها خودشان را عقب انداختن و در نبردها شرکت نکردن، به زودی شما فرا خوانده خواهید شد به سوی چنان قومی که بسیار قوی هستند و شما با آنها می‌جنگید که اونها تسلیم میشن. که اشاره به طرف بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره به طرف جنگ یمامه داره که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با مرتدین با پیروان مسلمه کذاب جنگیدن و اشاره به طرف او داره. و الله جل جلاله از خیلی چیزایی که در آینده اتفاق میفته سخن گفته و عین مطابق واقع شده. بسیار چیزایی است که الله خبر داده و این وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الله برای مؤمنینی که اعمال صالح انجام داده بدن وعده داده که شما رو خلیفه میکنم در زمین، جانشین میکنم در زمین، همانطور که گذشتگان رو در زمین خلیفه کردم. و این در زمانه خلافت سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد که مؤمنین و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین صاحب زمین شدن، خلیفه الله در روی زمین شدن، احکامات الله روی زمین الله جل جلاله پیاده میکردن. یک کسی که ادعای غیبگویی بکنه او هم نمیگه که 100% همینطور اتفاق میفته، نه خیر، میگه شاید که اینطور بشه، شاید که در آینده چنین و چنان بشه. اما قرآن کریم به طور قطعی و یقینی میگه که در آینده چنین اتفاقی میفته. و چیزی که به طور قطعی و یقینی نسبت به آینده خبر بده او فقط وحی است. غیر از وحی دیگه چیزی نمیتونه باشه. و همچنین این رو لازم است گفته بشه که شما میگه که حاصل عقل و فکر و تجربه پیامبر بوده. عقل خب خیلی محدود است. عقل انسان محدوده و عقل انسان فقط در چارچوب حواس ظاهری یا باطنی او عمل میکنه. خلاص مثلا انسان یک چیز رو ببینه میتونه که روی او فکر بکنه، روی او تعقل بکنه. از یک چیزی بشنوه میتونه روی تعقل و تفکر بکنه. بوی چیزی به مشامش برسه میتونه که روی تعقل و تفکر بکنه. این بوی حلوا هست، این بوی مثلا چی هست، این بوی چی هست، این بوی چی. بعد میتونه روی او تفکر بکنه و در ذهن خود مجسم بکنه. حالا انسان چیزهایی رو که ندیده باشه، چیزایی رو که از اون نشنیده باشه، چطور میتونه رو تفکر و تعقل بکنه؟ چیزی رو انسان ندیده باشه. اگر مثلا میگم برای من و شما گفته بشه که یک حیوانی آفریده شده که او از نور هم هست، از آتش هم هست، ما چطور میتونیم رو تصور بکنیم؟ در حالی که نه او رو دیدیم، نه او رو شنیدیم دربارش، نه هم او رو لمس کردیم. جنیات رو اگر تصور میکنیم، چون توصیفی از قرآن در قرآن از اینها توصیفاتی شده،
که از آتش آفریده شدن، چی از چی توصیفات از این آمده. به همون اندازه که قرآن برای ما بیان کرده میتونه رویشان تأمل و تفکر بکنیم. در مورد فرشته هم همینطور، چیزایی که در قرآن و سنت آمده در مورد فرشته ها میتونه به همون اندازه تفکر و تأمل بکنیم، بیشتر از اون نمیتونه. پس دایره عقل خیلی محدود میباشه، در حالی که قرآن کریم از چیزها خبر میده که اصلا در دایره عقل انسان‌های اون زمان نمی‌گنجید. این که اون زمان الله جل جلاله میفرماید یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. الله جل جلاله شما رو بعد از یک آفرینش دیگری داخل رحم مادر قرار میده و در ظلمات ثلاث، در 3 تاریکی قرار دارین. آیا در اون زمان وسایلی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم ببینه داخل شکم، داخل رحم زن رو که چند تا تاریکی هست؟ خیر، هیچ وسیله‌ای نبوده. ولی الله جل جلاله خبر میده که 3 تاریکی وجود داره داخل رحم مادر و چه داخل 3 لایه هست، 3 تاریکی هست. امروز علم جنین شناسی به این دست پیدا کرده که 3 لایه وجود داره. این در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده شده. پس معلوم میشه رسول الله رو نگفتن، بلکه الله جل جلاله رو گفته. به این نشانگری است که قرآن کلام الله است، کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی باشه. و نکته جالبتر اینه که ملحدین زمانه جاهلیت از ملحدین امروزی تیزهوش‌تر و فهمیده‌تر بودن. یعنی دشمنان پیامبر در زمانه خودشان از دشمنان امروزی پیامبر فهمیده‌تر بودن. هیچ کدام از مشرکین بر این باور نبودن که این سخنان ذهن خود پیامبر است. چرا؟ چون اینا میگفتن اساطیر الاولین کتبها، این اسطوره ها و افسانه های گذشته است که پیامبر اینا رو از پیش کسی دیگری املا کرده نوشته، کسی دیگه گفته پیامبر رو نوشته. و خودشان میفهمیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین سخنانی بر زبان نمی آورد. چرا؟ چون همین پیامبر 40 سال در بین ماها بود، هیچگاه چنین سخنانی بر زبان نیاورد. حالا بعد از 40 سال یک مرتبه چی شد که این کلمات رو بر زبان میاره؟ اصلا نگفت کلام پیامبر خودی از پیش خود درست نکرده، بلکه این رو از دیگران گرفته. حتی جایی که میگفتن این هذا الا افک افتراه و اعانه علیه قوم آخرون، این دروغی است که او درست کرده و دیگران هم او رو کمک و یاری کردن. و نکته دیگری هست که باید گفته بشه که کسی که اولین داستان برخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم و جبرئیل علیه السلام رو در غار حرا مورد بررسی قرار بده، فهمیده میشه، میفهمه، به خوبی میفهمه که در حقیقت اینجا از خارج چیزی قرار است که به داخل قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد بشه، نه از داخل قلب پیامبر. چرا؟ چون جبرئیل علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و سلم رو محکم میگیره، فشار میده، میگه اقرأ، بخوان. ما انا بقارئ، مخواننده نیستم. 2 بار 3 بار، مرتبه 4م جبرئیل علیه السلام میخوانه اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پس معلوم میشه قرآن از بیرون به قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. و آیات قرآن کریم هم همین رو میگه قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. قرآن رو جبرئیل از جانب الله گرفته نازل کرده به قلب توی پیامبر صلی الله علیه و سلم. و انه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك. جبرئیل علیه السلام رو از جانب الله گرفته و به قلب تو نازل کرده. پس این حرف به این شبهه باطل است که قرآن کریم حاصل فکر و مفکوره‌های ذاتی و نفسانی پیامبر از درون پیامبر سرچشمه گرفته. نه خیر، این چیز درونی پیامبر نیست، بلکه از جانب الله جل جلاله بر قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده و فرو فرستاده شده. نکته دیگر و جواب دیگر، اگر این قرآن حاصل فکر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، چرا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل رو دید در دل پیامبر صلی الله علیه و سلم ترس پیدا شد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اضطراب پیدا کردن. وقتی که آیات را جبرئیل دریافت کردن، بلافاصله رفتن به خانه در حالی که می‌لرزیدن از شدت سرما و تب و لرز. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند زملونی، مرا بپوشانید. در دل پیامبر صلی الله علیه و سلم ترس پیدا شد. وگرنه اگر اینها تجربیات و افکار درونی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ترسی نداره، که هیچ پریشانی و اضطرابی نداره،
و جواب دیگر اینه که اگر وحی تخیل ذهنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، الله جل جلاله خب میتوانست که دل پیامبرش رو قرص و مستحکم سازه و او رو با دیدن جبریل علیه السلام او رو مطمئن بکنه. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم را الله جل جلاله خواست تا برای او یک فرق پیدا بشه که تو تا حال پیغمبر نبودی، حالا با دیدن این حالت در دل تو ترس و اضطراب و پریشانی پیدا شد و از این بعد تو پیغمبر هستی، تو رسول رب العالمین هستی و از این بعد بر تو کلامی نازل میشه که بسیار سنگین است. إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر تو میاندازیم سخن بسیار سنگین. قرآن کریم اینقدر سنگین بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم گاهی اوقات در هوای سرد زمستانی وقتی که وقتی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل میشد، از شدت فشار از جبین مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم عرق جاری میشد. این نشان میده که حالت وحی یک حالت معمولی نبود. و پاسخ دیگر، اگر قرآن کریم حاصل تراوشات و افکار درونی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، چرا طبق بعضی از روایات 6 ماه قطع شد؟ بعد از اینکه اولین وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، بعد از اون وحی به مدت 6 ماه قطع شد. حتی بعضی از روایات میگه که مدت 3 سال وحی قطع شد که دوره فترة الوحی مشهور است، دوره‌ای که وحی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم قطع شد. اگر اینا حاصل افکار درونی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، خب پیامبر صلی الله علیه وسلم مثل قبلا همینطور افکار و تخیلات رو ادامه میدادن. چرا وحی یک مرتبه قطع شد؟ این نشان میده که یک جانب الله جل جلاله هست و آمدن وحی به دست پیامبر نیست، آمدن جبرئیل و فرشته وحی به دست پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست. و ما نتنزل الا بامر ربک. یک باری رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام رو دیدن و فرمودن که جبرئیل چرا بیشتر از این پیش ما نمیایی؟ جبرئیل علیه السلام فرمود که به دست ما نیست. و ما نتنزل الا بامر ربک، ما فرود نمیاییم مگر به دستور پروردگار تو. هر وقت رب العالمین اجازه بده ما پایین میاییم، پیش تو میاییم، اجازه نده نمیاییم. و همچنین لازم است که پاسخ داده بشه که اگر این قرآن حاصل تراوشات و افکار ذهنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، پس چرا بین قرآن و حدیث فرق است؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص است که این گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم است و آیات قرآن کریم هم مشخص است که آیه قرآن کریم می باشد. اگر قرآن کریم حاصل افکار و تخیلات ذهنی و درونی پیامبر می بود، پس نباید که بین قرآن کریم و بین احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ تفاوت می بود، فرق نمیکرد دیگه. چرا پس دستبندی شده که قرآن کریم هست به صورت متواتر آمده، تلاوتی ثواب داره و حتی در نماز باید بخوانی، و اما اینها که از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هست، اینا رو نمیتونن، شما نمیتونن احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم رو سر نماز بخوانید. کسی تنها به خواندن احادیث این درست است که ثواب علم حاصل کردن هست، اما خود قرائت حدیث به ذات خود تو یک عبادت جداگانه حساب نمیشه، بلکه اون تلاوت قرآن است که یک عبادت جداگانه حساب میشه. و پس همین فرق بین قرآن و حدیث که گذاشته شده از همون ابتدا، پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه میفهمیدن که این آیه قرآن است، این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، خودش دلیل بر این است که کلام رسول الله از کلام الله جل جلاله متفاوت میباشه. و جواب دیگر، اگر قرآن کلام پیامبر می بود، چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم کلام رو به خودش نسبت نداد، بلکه کلام رو به الله جل جلاله نسبت داد؟ ما امروزه مشاهده میکنیم که خیلی از افراد نوشته های ادیبان بزرگ رو به خود نسبت میدن و این رو میگن انتحال ادبی. انتحال ادبی یعنی چی؟ یعنی شعر کسی رو به خود نسبت دادن، نوشته کسی رو به خود نسبت دادن. به اصطلاح عامیانه من و شما سرقت ادبی، که کلام کسی رو دزدی بکنه انسان به خود نسبت بده، این میشه سرقت ادبی. حالا اگر قرآن کلام پیامبر می بود، خب پیامبر باید با افتخار میگفت که کلام خودم هست.
چرا؟ با تواضع میگه که کلام الله است، کلام خودم نیست. بلکه حتی اگر کسی رو به طرف خود پیامبر نسبت میداد، پیامبر صلی الله علیه و آله بلافاصله میگفتن خیلی کلام الله است. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. برای ما اصلا صحیح نیست که قرآن رو از پیش خودم تبدیل بکنم، عوض بکنم، کم و زیاد بکنم. اصلا اجازه رو ندارم. پس معلوم میشه که این که پیامبر صلی الله علیه و آله به خود نسبت نمیدن، بلکه به الله نسبت بدن، این کلام الله هست، کلام خود پیامبر نیست. وگرنه همینطور کلامی اگر کسی به خود نسبت بده، این خب باعث پیشرفت او هست، باعث رشد او هست، باعث ترقی او هست. همه بیشتر متوجه پیامبر میشدن. مشرکین مکه بیشتر میگفتن که به عجب ادیبی هستی تو، عجب صاحب سخن هستی تو، عجب شاعر بزرگی هستی. بیشتر جایگاه پیدا میکرد در بین مردم مکه. اما پیامبر صلی الله علیه و میگه که اصلا این قرآن به دست ما نیست، به دست الله است. ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. اصلا برای مستحیل نیست، جایز نیست که رو تبدیل بکنم از پیش خودم. نمیتوانم که تبدیل بکنم. حتی در همین قرآن آیه میگه ولو تقبل علينا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر پیامبر قرار باشه از پیش خودش بر ما دروغ ببافه در قرآن، ما رو با دست راست پر قدرت پیامبر رو میگیریم و رگ گردن و رگ قلب او رو چکار میکنیم؟ قطع میکنیم. در همین قرآن آمده. پس معلوم میشه که کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه کلام الله جل جلاله بود. اگر پیامبر صلی الله علیه و به دنبال منفعت مادی بود، باید قرآن رو به خود نسبت میداد. به دنبال شهرت و منصب و چوکی بود، باید به خود نسبت میداد. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 ماه، حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها است که 2 ماه میگذشت و در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم آتش برای پخت و پز روشن نمیشد و غذای خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم آب و خرما و چیز دیگری برای خوردن نداشتند. این نشان میده که کلام الله است، کلام رسول الله نیست. وگرنه رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوبی میتونستن از طریق قرآن پول به دست بیارن، جایگاه پیدا کنن، شهرت پیدا بکنن، منافع مادی حاصل بکنن. چون که شعرای بزرگ همیشه این کار را میکردن. از طریق اشعار خودشان که شعر میسرودن میرفتن هم نشین پادشاه ها میشدن، از پادشاه ها برای خودشان خلعت ها و تحفه ها دریافت میکردن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نکردن. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبال قدرت میبودن، قرآن رو به طرف خودشان نسبت میدادن. به دنبال شهرت میبودن، به طرف خود نسبت میدادن. اما شیوه زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که انسان ببینه، میفهمه که اینها اینقدر ساده زندگی کردن، حتی اگر پولی هم میامد رو در بین مردم تقسیم میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی از دنیا رفتن که چیزی نداشتن، در حالی از دنیا رفتن که لباس زرعی پیامبر صلی الله علیه و سلم، لباس جنگی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش یک یهودی به طور رهن و گرو گذاشته شده بود در مقابل یک مقدار گندم. اینقدر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم با فقر و تنگدستی زندگی میکردن. پس معلوم میشه که پیامبر است و این کلام الله است، کلام پیامبر نیست. اگر کلام پیامبر بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونست خیلی منافع حاصل بکنه. پاسخ دیگری است که خود آیات همین قرآن کریم نشانگری است که کلام رب العالمین می باشه. این کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. الله جل جلاله می فرماید که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب نازل کرده شده است از جانب اللهی که رب العالمین است، پروردگار جهانیان است. در جای دیگه میفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. این از خبرهای غیبی است که ما بر تو وحی میکنیم ای پیامبر صلی الله علیه و سلم. نحن نقص علیک احسن القصص. ما برای تو بیان میکنیم بهترین قصه رو بما اوحینا الیک، به سبب آنچه که ما وحی کردیم به سوی تو این قرآن را. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم از زبانشان بیان شده و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، که بگوی پیامبر که وحی کرده شده به سوی من این قرآن تا اینکه من هشدار دهم شما را به وسیله قرآن و همه کسانی که این پیام برایشان میرسه. و همچنین دلایل بسیار زیاد دیگری وجود داره که این قرآن کلام الله جل جلاله می باشه. چون که الله جل جلاله میفرماید یتلو علیهم آیاته. این پیامبری هست که آیات الهی رو تلاوت میکنه برای انسانها،
آیاتی که الله جل جلاله فرستاده او رو برای انسانها تلاوت میکنه. اگر خود کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم می بود خب نیازی به تلاوت کردن نداشت. پس اینکه کلام الله جل جلاله هست این نشانگری است که لازم است که تلاوت کرده بشه. و دلایل بسیار زیاد دیگری هم هست که نشانگری می باشه که قرآن کریم کلام الله جل جلاله هست و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی باشه. به این ترتیب تمام شبهاتی که ملحدین، دشمنان اسلام، مسیحی ها و همه اسلام ستیزها روی قرآن کریم مطرح میکنن و این رو در حقیقت کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم میشناسن، همه اینها دفع شد و اشکالی باقی نمیمانه. ما در تعریف قرآن کریم خواندیم که هو کلام الله المنزل، کلام الله جل جلاله هست که نازل شده است، کلام الله هست و خود خداوند متعال در قرآن کریم رو کلام خودش معرفی کرده. چنانکه فرمود بین احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، و این رو کلام الله جل جلاله معرفی کرده. همچنین خود قرآن کریم به این شبهه جواب داده و ما کان هذا القرآن و یفترى من دون الله، این قرآن دروغی بافته شده از جانب غیر الله جل جلاله نمی باشه. این تو دروغی نیست که از جانب غیر الله جل جلاله بافته شده باشه، بلکه ولکن تصدیق الذی بین یدیه، این قرآن کتابی است که نازل شده از جانب الله و تصدیق کننده کتب آسمانی قبل از خودش می باشه. این کتب آسمانی قبل از خودش رو تصدیق می کنه. جواب دیگر و پاسخ دیگر به شبهه اینه که چرا هیچ بشر و هیچ انسانی نتوانست که مثلی قرآن رو بیاوره. الله جل جلاله فرمود فأتوا بسورة من مثله، شما مثلی قرآن یک سوره بیارید، اما تا به امروز هیچ کس نتوانسته که یک سوره مثل قرآن بیاره، در حالی که یک کوچکترین سوره 3 آیه داره. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این کوتاه‌ترین سوره می باشه. ببینیم که تا به حال هیچ کسی نتوانسته که یک سوره مثل سوره‌های قرآن کریم بیاره، و اگر کسی تلاش کرده خودی و اطرافیای همه خندیدن به او تلاش و به او چیزی که آورده. الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل و ذنب قصیر. چیزی بود که مسیلمه کذاب درست کرده بود. همه اطرافیانش به او میخندیدن که فیل و تو را چه چیز آگاه کرده که چیز فیل خرطوم طویلی داره و دم کوچک. خب چی؟ این که چی کار شد؟ باز تو این رو اصلیش خودت جور نکرده، این رو بلکه بر وزن قرآن درست کردی. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. القارعه رو کنار گذاشتی کردی الفیل و ملفیل و ما ادراک ما الفیل. تو از خودت یک اسلوبی درست نکردی، این رو بر وزن قرآن درست کردی، از کلمات قرآن درست کردی. هر کسی تا به امروز تلاش کرده آمده کلمات قرآن رو حذف کرده، کلمه‌ای به جای گذاشته. این که قرآن نیست، این که تحدی قرآن رو پاسخ ندادی، تو فقط گرفتی یک کلمه قرآن رو جلو عقب کردی. این نمیشه. پس معلوم میشه که اگر کلام پیامبر بود، خب خیلی از افراد فصیح و بلیغ بودن. امروزه معلقات 7 مشهور است. بزرگترین شاعران رو زمانه جاهلیت داشت. امرؤ القیس، جاهز، دیگه اشعار شاعرای بسیار بزرگی بود. لبید یک شاعر بسیار بزرگی بود و شاعرای خیلی زیاد بود. اونا میتونستن پس مثل قرآن بیارن اگر قرآن کلام پیامبر بود. پس معلوم میشه که کلام پیامبر نیست، وگرنه کسای دیگری هم میتونستن مثل قرآن بیارن. دلیل دیگر در خود اهل قرآن خیلی از آیات آمده که خدا پیامبر رو سرزنش میکنه. ما کان لنبی ان یکون له اسرى، شایسته پیامبر نیست که اسیر بگیره. عبس و تولی ان جاءه الاعمى، عبوس شد، رو برگردان وقتی کوی شخص نابینا آمد، عبدالله بن مکتوم. عفا الله عنک لما